6 سال شد وفات شوهر ما یه بار خونه‌مون نرفتم. مرا اجازت خونه برم و محمد جان هم ببر. رسول اکرم مادرش گفت که بچه‌م ما ترا قبر پدرت زیارت میبرم. ایمن میگه کودک شادی داره، مرا میگه یا جدتی بی جان ما قبر پدرم زیارت. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله رفتن، همه کودکای کوچه آمدن. محمد جان ما تو را دوست می‌داریم. محمد جان ما تو را میگه هر یک کسی میگه دوست می‌داریم. راست میگی منو دوست می‌دارین، من هم شما را دوست می‌دارم. وقتی رسیدم میگه گو بچه‌م تیار شو پگاه قبر پدرت زیارت میریم. میگه کودک ای شب خرسندی داره که من فردا قبر پدرم میبینم. متاسفانه نزد قبر پدر اومدن که مادرش از دنیا گذشت. رسول الله یتیمی پدر را ندیده بود و مشکل نبود. ایمن میگه گرگید جسد مادرش میدوه دور میزنه و مرا میگه که چرا مادرم ختیمه قاری کرده. میگه گپ نمیزنه. چرا ما مادر جان میگم لبای نمیگه. میگه تشچه را دادم محمد جان بیا قبر مادر را بکنیم. هر بار میگه تشچه را میزد میگفت اوچه جان مادر جان تیار شده نمیمونه مادرش در قبر بمونه. در قبر مونده. میگه مرا قبیده که خاک نپرد. از همون مگه سر منزل مادرش 2 روز پیاده میگه تا مکه را آمده. بابیش دید گریه داره. گفت بچه‌م چرا گریه داره؟ گفت مادرم 2 روز ختیمه گپ نمیزنه. گفت انا ابوک و امک، من هم پدرت هستم و هم مادرت هست. ببین 2 سال دیگه قطعی باباش استاد، باباش هم از دنیا گذشت. چقدر یتیمی بالاش اومدن. روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن، یا صحابه را دیدن ریشاش ملائکه ها بحث دارن. گفت بچه‌م این روز چیکاری خوب کردی؟ گفت که حضرت جان ای کار اومدم پاکای مادر ما دیدم پر از چنگ و غبار است، خم شدم بریشان کفای پای مادر ما تازه کردم. رسول الله آبای دیدرش ریخت. حضرت ابوهریره گفت حضرت جان تنجی است. گفت کاش که خدا مادری مرا زنده میکرد، ما یک مورد همین ریشان کفای پای مادر ما یک مورد تازه میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم ببین چقدر ما و شما را توصیه های خوب. خدیجه مادر میگه روز یک کمپیرک اومد، گفتم گپ بزنم. گفت که گپ نزن در سرخانه بیا. میگه رسول الله دستاشو بوسه میکرد، پیشانیاشو بوسه میکرد. حیران شدم حضرت جان این کمپیر کی حرمتش میکنی؟ گفت طعام بیار. وقتی افقات آوردن دوباره سوالش کردم. گفت خدیجه چی میدونی؟ این همون زنه که هست که در بازار مرا هیچ که قبول نکرده بود، این مرا قبول کرد. این مرا شیر داد کلام کرد. این همون حلیمه است، همون مادری که روز مرا شیر داد کلام کرد. مرا در بازار همه یتیم گفتیش که مرا قبول نکرد، لیکن این مرا قبول کرد. خدیجه مادر میگه حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم راست استاد میاد دستاش پیشونیاشو بوسه میکرد. عبدالله ابن عمر میگه رسول الله 62 سالگیش بود، 1 سال پیش ای وفاتش. یا جا اومد اون خیگیریه داره. گفتم از جون خیگیریه نکرد، اگر هم خیگیریه کنه همه ما میمیریم. تنجیه این خیگیریه داره. گفت عمر قبر پدر و مادر ما خدا اجازت گرفتم در حقشون دعا بکنم، خدا مرا اجازت نداد. اما برای زیارت قبرشون خدا مرا اجازت داد. ما اومدم قبر پدرجان و قبر مادر ما زیارت میکنیم. ببین رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما چقدر توصیه عجیب دادن. از همین کوچه های سمرقند شما بسیار یک قاری رفیق دوست خوب داریم. قاری جان میگه پدرم کم عقلش به جای رفته بود. میگه کم به جای رفته بود. میگفت بچه‌م مرا خانه خودم ببر. اگه یک خانه ده میگه همین ماشین ده میگه کوچه های سمرقند تا میخوردم با خانه‌مون میومده. میگفت بچه‌م هر کس خانه خودش. گفت فقیر شدم ماشین ما فروختم. پدرم میگفت ببر در یک عربه سوارش میکردم کوچه ها ده همه میگفتن این قاری دیوانه شدن حال نداره. میگه روز دست برداشت گفت خدایا فرزندی مرا از جمله همون فرزندایی بکنی که حتی پادشاهای دنیا از دمش بدوه. میگه همین پادشاها در زمان اسلام کریم قبر البخاری را زیارت آمدن. میگه از بین همون قاریا رئیس مرا پیش کرد. قوی دیدم ریخ. گفتم تنجیه سوالم کرد. گفتم که رئیس مرا روز پدرم دعا کرده بود، حیران مونده بودم. این روز اجابتی دعای پدر من دیدم. این روز قیامت مرا چه ثواب بزرگ انتظار باشه. عبدالله ابن عمر میگه در گیر بیت الله بچه که دیدم دستاش شله کار نمیکنه، گریه داره ناله داره. سوالش کردم خیریت؟ گفت حضرت جان من جوان بودم پدرم نصیحت کرد من پدرم زدم. بعد اون مادرم نصیحت کرد مادرم زدم. قطعی پدر جان گفت حج آمدیم گریه میکرد دعا میکرد خدا جان من پیر شدم، من دیگه طاقت ضربولت فرزندم ندارم. خدا همون قوای را در دستش دادی مرا میزنه. خدا جان همون قوا را دستش بگی دیگه مرا نزنه. من مسافر شدم. گفت همون وقت هر دستی ما کار برآمد. پدر ما دنیا گذشته. میگه ای شب دعا کردن تا بنده با قریب بنده دستای ما در حرکت برآمد. وقتی که پدر و مادر پیر میشه محتاج نوازش ما میشه.
یک مادر چشم بینو نداشتند، کور بودند. فرزندش آغوش میکرد، میگفت مرا آغوش نکن، من از چشم کوری تو میترسم. مادر جان من کلانج نیستم، من زن میگیرم، تو خانه نیا که من از زنم شرم میدارم که تو را مادر خودم بود. فهمید که نبیردار شدن. کمپیر رفت کودک آغوش میکرد. این بچه اومد از دستش گرفت، گفت که بچه من از چشم کوری تو میترسه. از چشم گرفت، از آغوشش گفت بچه هم نگی. گرفتش. مادر به درد و بیماری حتی جنازه هم نرفت. یا وصیت نامه نوشته. وصیت نامش عجیب میگه. بچه هم تو کودک بدی چشم مرا تو زده بدی کور کردی. من یکون بار نگفتم که در زندگی ناراحت نشوی. پدر و مادر وقتی پیر میشوند سیاست چپه میشود. جوانا اگر یکون بار کم رفتی کرته ای مادر رو بو کردی و از پدر بینی مونه نقپید. زیرا زمانی بود که لباسای ما در چه احوال بود میشوشتن و یک بارک بینیشانه نمیقپید. کمپیر پیر میشود در بستر مرگ خواه و بچهش فریاد میکنه بچه جان اینجا بشی تو خطیمه گپ میزنی. من کمپیر شدم که گپای مرا نمیفهمی، ناراحت نشم. زیرا زمانی تو هم گپ میزدی هیچ کس نمیفهمید، من میفهمیدم. بچه هم روز من افقاد میخرم لباسام چیرکین میکنم مرا جنجال نک. زیرا زمانی تو هم لباسات افلاس میکردی، من میشوشتم تازه میکردم. این روز مرا گشتن نمیتونم، مرا دستام کشیده نبرد.